نگاه وجدان، انگار وضعیت جنگیم هنوز. نگاه خرابه هامون، انگار تو جنگ داریم، می جنگیم ما هنوز. آبادان وضعیتش طوریه وجدان، نگاه کنید خرابه هامون وجدان، نگاه کنید. تو جنگ هم اومدیم هم بهتر بود، خدا وکیلی. سال 68 که اومدم آبادان بازم بهتر بود. الان آبادان نگاه کنید، دارن روز به روز بدترش میکنن. نگاه کنید چطوری آبادان. این آبادان مانه. تا الان کدوم شهرستان رفتید که آشغال رو پیاده روش اینطوری باشه؟ وجدانه نگاه کنید، پیاده راهمون رو نگاه کنید. این وسط جاده نگاهش کنید، این وسط جاده مون اینطوریه. این هم پیاده راهمونه. دلمون خوشه تو آخرین نقطه ایران زندگی میکنیم. خدا وکیلی. نگاه کنید این وضعیت مانه. الان که به جایی بگن که به آبادان برسیم، آبادان چشم ایرانه، ولی نمیدونم چی کار دارن میکنن با آبادان، فقط خدا میدونه. وجدانه نگاه کنید این وضعیت آبادان. آره نگاه کنید این وضعیت آبادان. یه همه راه اومدم دیگه، خودتون تا نگاه درست نگاه بکنید. بله